از روش کلمه مثل کلمه دانش، میگوید چیزی مثل گویش، میرود روش، میسازد سازش. بعد یه چیزی دیگه میسپارد سپارش، که بعد در گذر زمان پیش رفت تبدیل به ف شده سفارش، سپارش، سپار، سپ، یعنی یک انتقال از دست یا جایی به جای دیگه. سپر مثل جزدلان، رفتن، چرخیدن، دور زدن. جزر که گذر شده، چک و لغدی، گذرگاه، گذرنامه. سپر چک و لغد. سپار ایشه، سفارش مثل نیاز، ایشه نیایش، بر پایه آز، کم. استنمق ایشه، استنمق ستودن، ستایش. مثل همین رو، یورو، رو از ترکی در ساخته داری. رو ایشه، روش، یعنی مسیری که داری میری. عزیزم، دان هستش چیه؟ مهم هستش آن. خب آنلاماک، دان در خود ترکی هم ساخته شده، متضاد دانگا رو ساخته. دان ایشه، دانش. ساز، ساز، سز، سوز، ساز، سوز، سیز، سوز، سز. سوز داری میسازی یه چیزایی رو. سز داری دریافت میکنی. سزن یعنی درک و دریافت. سزمک و یه چیزایی میسازی. ساز یه چیزایی رو داری میسازی که ساز و سازش و ساختن و سازش باز سازداماخ ایشه که همه اینا رو میسازه. خب گولاخ، محل گو، مثل بولاخ که محل بوه. گولاخ محل گو دیسن گولاخ توتولور. باز ترکی در ساخته دری. عزیز دلم ببین، گو یک شیوه دیگهش ده هست. دوان مجموعه حرف هاست. دیوان که میگیم دیوان فلانی. قربون شکل ماهتون بشم، این زبان از دل ترکی بیرون اومده. اگر هسته ها رو نگاه بکنید کامل مبرهن و مشخص، تمام روش ها رو آوردیم بیرون. این زبان کامل تولیدی از ترکی بر اساس قواعد ترکی با وندهای ترکی که گرامر هم نداشته تا الان، تا 100 سال پیش تازه نوشتن براش. زبان جدایی نبوده. هند بیرونش کرد، در ایران ملت سازی کرد، کلونی سازی کرد انگلیس. شما بخشی از ملت ترک هستید. هرچی تاریخ هست، ساسانی، هخامنشی، همه تاریخ ترک.